در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان سگ‌ها را زهر داده می‌کشند. منظره حزن‌آور جان کندن سگ‌ها را تقریباً در هر یک کوچه دیدن ممکن است. میان مردم سگ‌ها را محو نکنند. کودکان ما از اینجا می‌گذرند. این منظره ممکن است بر روحیه آنها تأثیر منفی رساند. ساکنان میگویند که اداره‌های دولتی به این عمل دست زدند. آنها مجبورند پاییده ایستند که سگ‌های خانگیشان را نیز زهر ندهند. این نورسان به ما گفتند که کارمندان دولتی هر روز در محل زیست آنها می‌گردند و به سگ‌های دوچار آمده حسیبچه‌های می‌دهند که با زهر آلوده شده است. سگ‌های زهرآلود در این بازار ما می‌گردند. اگر آب دهانشان بالای محصولات خوراکواری افتد یا کودکان به آنها دست زنند چی می‌شود؟ شهر خاروق در حقیقت از سگ‌های دیدو پر است و این وضع شهرداری را نگران کرده است. بر رادیوی آزادی در اداره کمونالی شهر خاروق گفتند که همین سال در حدود شهر 300 سگ نابود کرده شد. وقتهای پیش از طرف آدمان مخصوصی که با ملتق سگا رو میپروندن نابود میکردن. باز خیلی گفتیم که پس از همه و سال 2012 دو تا منطق در کارخانه در موازنه کارخانه موجود بود. از طرف حفظ حقوق کارکنان حفظ حقوق منطقه گرفته شده گه باز در کارخانه ما در وجود ندارد. در اداره بیطاری خاروق گفتند که نهاد کمونالی شهر مسئول نیست کردن سگ‌های دیدوست، اما مسئول این اداره چنین اطلاع را رد می‌کند. وظیفه ما فقط از عبارت است از آن که مثال بار کردن و بردن همون سگایی که سگای مرده. در پیش چشم آدمان کشتن سگ‌ها ساکنان شهر خاروق را نگران کرده است. آنها طلب دارند که اداره‌های دولتی به این عمل خود خاتمه بخشند.